خب بچه امروز میخوایم با همدیگه یه براونی شکلاتی فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم، پس با من همراه باشید. اول تخم مرغ‌ها رو بشکنیم. دقت کنید که تخم مرغ‌هاتون همدمای محیط باشه. و بعداً شکر رو بهش اضافه کنیم. یه مقدار هم وانیل اضافه میکنیم که اون بوی تخم مرغ حالا مقداری گرفته بشه دیگه، اذیت نکنه. حالا با همزن دستی شروع میکنیم موادمون رو به هم زدن. بچه دقت کنین که ما از براونی یک بافت پختار نمیخوایم، به خاطر همین با همزن دستی هم بزنیم کافیه. خیلی شیرجوشم مخلوط کره و شکلات سکه‌ای دارم. حالا شکلات سکه‌ای من طعم شیریه، شما میتونید از شکلات سکه‌ای تلخم استفاده کنید. من این مخلوط رو میذارم روی گاز تا با هم کاملا مخلوط و ذوب بشه. بعد آب شدن مخلوط کره و شکلاتیمون میذاریم که مقدار توی محیط خونه از دمای اولیه بیفته. در این میان روغن مایه رو به زرده اضافه میکنیم و بعد از سرد شدن مخلوط شکلاتیمون بعد دست شدن کامل به زرده ها اضافه میکنیم و با مرحله به مواد میزنیم. براونیمون اضافه میکنیم. برای پخت براونی داخل ظرف مورد نظرتون رو حتما کاغذ روغنی بذارین و بعد مواد رو بهش اضافه کنید. من برای پخت براونی فر رو از قبل روشن کردم و گذاشتم روی دمای 175 درجه و به مدت 15 دقیقه گذاشتم که براونیم آماده بشه. و وقتی به این صورت روش ترک خورد براونی ما آماده است. بچه دقت کنین براونی پختش زمان خیلی زیادی نمیخواد و زود آماده میشه و اینم از تزیین ما.